یه مش اسکل اینو گذاشتن. من سیاست بلد نیستم، اینا هم بلد نیستم، ولی من از اینا یه ذره بیشتر فکر کنم میفهمم. این یعنی این که یا هسته‌ایتون رو جمع میکنین، همه برنامه‌های موشکی نظامیتون رو ور میدارین، یا هم این که ترامپ میاد با سربازاش جمهوری رو ور میداره که کلی هزینه داره برای ترامپ و مردم بعداً باید این هزینه رو بدن. مجانی نیستش. هر سرباز آمریکایی $30,000 در ماه خرجشه، بین 30,000 تا 50,000 هر یه دونه سرباز. میدونید چقدر نفتای شما رو سالیان سال باید مجانی بدین آمریکا بابت هزینه هایی که ترامپ پا شده اومده اونجا با ارتشش، سوا از کشت و کشتارهایی که خواهد شد. میگم یه مش آدم اسکل که اصلا نمیدونن چی دارن میگن. فکر کردین ترامپ میاد مجانی برای شما کاری انجام بده؟ سالیان سال نفت ایران رو میکشه بالا. سوای اون ایران میشه این افغانستان، این چند تا سوریه، لبنان، کجا چند تا کشورهایی که اونجوری به گاه رفتن.